سوراخ رو نگاه کنید، این چون داخل باک خودرو قرار میگیره و وقتی داره باک خودروتون پر میشه این دیگه فعال میشه. الان نگاه کنید با دست فعال نمیشه. الان من دستمو بردارم، ترفندی برای فروش مکمل ها در جایگاه های سوخت. چند وقتی پیش گفتم که یه کسایی بهتون مکمل میفروشن با ترفند چسب. اینجا یه سوراخی وجود داره، این سوراخ رو نگاه کنید. وقتی یه چسب جلوش بزنن شما چسب رو نمیبینید. بعد وقتی نازل رو بر میدارید بنزین میزنید، این قطعان چکام کنه؟ قطع میکنه. ببینید بنزین نمیزنه. یه وقتی به شما چی میگن؟ میگن کنستر ماشین خرابه یا باک خودروتون باد داره، باید مکمل بخرید. چون این پستو گذاشتم و گفتن چسب، حالا میخوام بدون چسب براتون امتحان کنم. این چسب رو من برداشتم دوباره. ببینید قطع کن اوکیه. حواستون با این ترفنده برای فروش و خرید مکمل ها باشید.